بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، دوستان عزیز، خواهران گرانقدر، برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد، ثنا و صفت مخصوص الله سبحانه و تعالی هست که ما و شما را فرصت عمر و توفیق هدایت نصیب کرد که در درس از درس‌های فکر و عقیده، درس از درس‌های قرآن عظیم الشان ما و شما اشتراک بکنیم. دوستای عزیز، درسی که امروز ما و شما میخوانیم موضوعش سوره الانعام است و وقتی هر سوره را ما و شما شروع میکنیم گفتیم که موضوع اساسی از رو باید پیدا بکنیم که محور اساسی در این سوره چی هست، ترکیز سر کدام نقطه هست. وقتی موضوع اساسی را درک کردیم پس آن وقتی که آیات میخوانیم میفهمیم که کدام مطلب بیان میکنه. در سوره الانعام موضوع اساسی توحید است، اقسام توحید است. ما و شما اقسام توحید در درس‌های عقیده خواندیم که اصلا در قرآن عظیم الشان 6 قسم توحید بیان شده. توحید ذات که وحدانیت الله را در ذاتش بیان میکنه، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی ذات یگانه هست در ذاتش که شریک و مثل و فرزند و والدین و اقارب و مقربین و این چیزها نداره. دوم، توحید صفات الله هست. الله سبحانه و تعالی دارای صفات بسیار زیاد است. سوم، توحید افعال الله هست که انسان مسلمان و مؤمن با افعالی که مخصوص الله هست به او عقیده توحیدی می داشته باشه. چهارم، توحید عبادت الله هست که انسان مؤمن فقط برای الله عبادت میکنه و غیر الله را شریک نمیسازه. پنجم، توحید حکم است که در اینجا حکم تشریعی الله بیان میشه و حکم تکوینی الله بیان میشه. حکم تکوینی الله در تمام کائنات و حکم تشریعی الله سبحانه و تعالی در تشریع احکام قوانین. و ششمین قسم توحید که در قرآن ذکر شده توحید اسماء الله، نامهای الله هست که نامهایی است که به جلال و عظمت الله شایسته هستند. در سوره الانعام علما میگن که این سوره به شکل کامل یک مرتبه نازل شده و با نزول از این چندین هزار ملائکه هم به زمین آمدن. این تعداد ملائکه با احترامی که در این سوره مبارکه از اقسام مهم توحید بیان میشن به خاطر از این به زمین و این سوره مبارکه را استقبال میکنن. و این به این معنی است که ما و شما از نگاه فکری و اعتقادی این سوره را استقبال بکنیم و احکام توحیدی از این را بفهمیم. این سوره مبارکه سوره مکی هست، مگر بعضی از آیاتش که میگن در مدینه نازل شده، لکن در جمله سوره های مکی هست که این سوره و سوره های مکی غالباً موضوعات اساسی فکری و اعتقادی رو بیان میکنه. رابطه از این سوره با سوره های قبلی چی است؟ در سوره بقره ما و شما اقسام چارگانه خلافت اسلامی را، نمونه های چارگانه خلافت اسلامی را که خلافت آدم علیه السلام، خلافت ابراهیم علیه السلام،
خلافت داوود علیه السلام و خلافت بنی اسرائیل ما و شما در اون سوره خواندیم که چه کسها در خلافتشان در زمین الله موفق بودن و چه کسای ناکام شدن و علت ناکامی بنی اسرائیل چی بود. بعد از او به ادامهش در این سوره ما منهج تشریعی خلافت اسلامی را خواندیم که وقتی خلافت اسلامی از آدم علیه السلام شروع میشه تا رسول الله صلی الله علیه و سلم و باز بعد از او خلافای راشدین و خلافت اموی ها و خلافت عباسی ها، این تمام خلافت هایی که هست منهج تشریعی از اینا چی بود؟ این در جزء دوم تا ختم سوره بقره ای بیان شد. در سوره آل عمران ما و شما کیفیت ثابت قدمی در منهج خواندیم که الله متعال بر ما بیان کرد که چه قسم انسانهای موحد در منهج خود، در فکر خود، در عقیده خود ثابت قدم باشند. شبهات گاهی از طرف دشمنای خارجی در ذهن مسلمان ها داخل میشه و گاهی هم این شبهات توسط دشمنای داخلی مثل منافقین و اهل کتابی که در بین مسلمان ها زندگی میکنن این شبهات داخل میشه و گاهی هم مشکلات توسط خود مسلمان ها در بعضی از مسائل مطرح میشه که چه قسم در مقابل از اینا باید مسلمان ها مؤمنین موحدین با فکر و اندیشه قوی ثابت قدم باشن و لغزش نکنن. در سوره النساء برای ما و شما بیان شد که کسانی که میخواین که نظام خلافت الهی را در زمین الله تطبیق بکنن اونا باید دو چیز اساسی داشته باشن. این نظام وقت تطبیق میشه که در اونجا رحمت و عدالت با هم یک جای تطبیق شود. مسلمانی که اندیشه قوی ایمانی داره و میخواه که نظام الله را در زمین الله مطابق حکم الله تطبیق بکنه، این باید چی داشته باشن؟ بسیار عدالت داشته باشن، عادل باشن، منفعت طلب، مصلحت طلب و متزلزل نباشه، بلکه در تطبیق حکم الله قاطع باشه و در عدالت الهی هم قاطع باشه و موقف خودم تغییر نده، عادلانه و بالای ملت و بالای مردم و بالای کسانی که زیر بیرق اسلام زندگی میکنن بسیار با مهربانی، بسیار با عاطفه، بسیار با لطف و شکل با این کسانی که در زیر بیرق خلافت اسلام زندگی میکنن بسیار با مهربانی و شفقتی باشه که الله متعال به این امر کرده. بعد از این در سوره بعدی که ما و شما خواندیم که سوره مائده بود، در سوره مائده وفا به تعهدات بود. یعنی الله متعال برای بنده های خود میگه که شما وقت نظام الله را میخواین در زمین الله تطبیق بکنین، تطبیق کردن میتونین تا که به تعهداتی که با الله کردین به این وفادار باشین. ان العهد کان عنه مسئولا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ای مؤمنان شما با عقدهای سیگانه عهد با الله کردین، عهد با پیغمبرها کردین و عهد با سایر مؤمنین کردین. این سه تعهد با همراه شما هست، با این تعهداتان بسیار محکم و استوار باشین. وقتی در سوره الانعام میم در اینجا الله متعال بیان میکنه که انسانی که میخواه که در زمین الله نظام خلافت اسلامی را تطبیق بکنه ای باید با فکر و اندیشه توحیدی باشه. اقسام توحید بفهمه، توحید ذات، توحید صفات،
توحید افعال، توحید عبادات، توحید حکم، چه حکم تکوینی هست چه حکم تشریعی، و توحید اسما و صفات و اسماء الله سبحانه و تعالی. اینها را باید بفهمم و بفهمم که تمام مخلوقات در کائنات کلشان تسلیم الله هستند و تسلیم حکم الله هستند. پس وقتی بر تو انسان فرصت داده شده، اختیار داده شده، قدرت داده شده، عقل داده شده، فکر داده شده و بالاخره بر تو صلاحیت تصمیم گیری داده شده که چه قسم تصمیم بگیری و اختیار بر تو داده شده و امانت الهی بر تو داده شده. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و حملها الانسان. این امانت بزرگ الهی که تو مکلفیت از او داری، این چه قسم میتونی که تطبیق بکنی. این سوره مکی هست. در جامعه مکی ها در وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین مشرکین قرار داره، نظام جاهلی هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواد که نور اسلام اینجا منور بسازه. اینجا با مکلفیت داره که در مقابل معبودان باطل و طواغیتی که در اینجا حاکم فرما هستند، دو چیز در اینجا حالا فعلا در رأس قدرت است: معبودان باطلی که اونها عبادت میکنند که مستحق عبادت نیستند و طاغوت هایی که قوانین غلطی را بالای مردم نه مطابق ارزش هایی که از ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام برشان مانده بود او را تغییر دادن، بلکه بر خود ارزش های جدید جاهلانه، قوانین جدید جاهلانه را جاگزین کردن و آل از این قوانین جاهلانه میخواهند که در بالای همه این حاکم است. از رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواد که صفحه جدید در فکر و عقیده بشریت ایجاد بکنه با نزول قرآن عظیم الشان، مکلفیتی که الله برش داده هست. و علمک ما لم تکن تعلم، چیزهایی را بر توی پیغمبر معرفی کرد که تو نمیدانستی. در این مکه مکرمه وقتی مکی ها جمع میشن و پیش پیش کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم میان و او در وقتی که مریض است، رسول الله صلی الله علیه و سلم به عیادت کاکای خود میره. سران بزرگای قریش در مجلس شیشتن. رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل میشه و در بالای سر ابو طالب یک جای است که در اونجا ابو جهل شیشته. ابو جهل شخصیت، ارزش، مقام، بزرگی و تمام صفات عالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داره اینو درک کرده، با وجود که دشمن سرسختش است از جای خود میخیزه و جای به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگذاره. همه زبان شکایت به ابو طالب باز میکنن که پیغمبری که آمده چیزهایی را آورده که خوابهای ما، آرزوهای ما، اندیشه های ما، افکار ما، رواجهای پدری ما، ارزشهای پدری ما، چیزهایی که در نزد از اینا همه گرفته شده از خرافات بود، این پیغمبر آمده همه از او را تغییر داد و زبان شکایت میگوشند و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از اینا میگه که اگر بر شما چیز را تعلیم بودم که اگر او را شما قناعت بکنین، عرب ها و عجم ها همه تسلیم شما میشن و به شما متدین میشن و همه به راه راستی که شما در حرکت بکنین در حرکت میشن. اونها پرسان میکنن که چی هست که عرب و عجم تسلیم از او میشن؟ برشان میگه که قولوا لا اله الا الله، بگوین لا اله الا الله. عرب و عجم قدرت سیاسی جهانی به دست شما انتقال میکنه. سوره مکه، سوره های مکی سوره های اعتقادی هستن تا برای مشرکین، برای کسایی که ادعای غلط میکنن، برای کسی که به بیراه رفتن، برای کسایی که
ادعا میکنن که اونا پیروان ابراهیم و اسماعیل هستن و از جاده درست منحرف شدن، صراط المستقیم غلط کردن. در سوره های مکی برای اصلاح فکر و اندیشه کار میشه و این سوره انعام مبارزه هست در مقابل اندیشه های باطل و جابجا کردن و جاگزین کردن ایمان و اعتقادات توحیدی است که هدف آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم، هدف نزول قرآن و هدف آمدن تمامی پیغمبران و هدف انزال تمامی کتاب‌های آسمانی هست. بخش اول این سوره مبارکه حکم تکوینی و تشریعی الله را بیان میکنه. ما و شما قبلا خواندیم که حکم الله 3 قسم است. حکم تکوینی هست، حکم تشریعی است و حکم جزایی هست. حکم تکوینی یعنی حکم الله سبحانه و تعالی بالای تمام مخلوقاتش. بالای زمین حکم کی هست؟ بالای آسمان، بالای کوهها، بحرها، دریاها، بالای نباتات، حیوانات. و وقتی از این زمین بالاتر میریم، بالای این نظام شمسی، بالای این اجرام سماوی، و از او اگر فراتر میریم بالای این 7 آسمان، بالای عرش، لوح، قلم، و اگر به جهان دیگه، جهان آخرت، جنت، دوزخ، صراط، همه اینا تحت حکم کی کار میکنن؟ حکم تکوینی الله سبحانه و تعالی هست. ولله ملک السماوات والارض، مالکیت آسمان ها و زمین هست. مالک یوم الدین الله هست. پس این انسان مؤمن در توحید حکم تکوینی الله یقین داره. حاکم همه الله هست، بالای همه حکم الله تطبیق میشه. دوم حکم تشریعی است که الله متعال پیغمبرها را فرستاده، کتابها را فرستاده و امت اسلام تشکیل میده. برای چی؟ برای تطبیق حکم تشریعی الله در زمین الله. و احکام جزایی که الله متعال در آخرت برای مخلوقات خود چه قسم پاداش میده و چه قسم جزا میده نظر به آنچه که اینا در دنیا کردن. در این سوره مبارکه امی بخش اول درباره حکم تکوینی و تشریع الله هست. در بحث اول توحید در حکم تکوینی الله و دلائل و مثالهای از بیان میشه. در سوره انعام آیت اول: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، حمد، ثنا و صفت. الحمد یعنی تمامی صفات و افعال شایسته‌ای که به جلال و عظمت خالق شایسته هست، صفات و افعال کمال، جلال و جمال هست، لله کل از صفات عالی، این صفات کمال، این صفاتی که عالی از نقصان است، لله خاص برای الله هست. الله او ذاتی هست که خلق السماوات والارض، حاکمیت تکوینی در خلقت آسمان ها و زمین مربوط از اوست. و حکم تکوینی و جعل الظلمات و النور، در گردانیدن روشنی و تاریکی. همه حاکم از اینا الله هست و حمد مخصوص الله هست. ثم الذين كفروا، سپس کسایی که کافر شدن، به ربهم یعدلون، با رب خود مخلوقات را شریک می سازن و در حکم تکوینی الله کافر میشن. و انسان مؤمن در حکم تکوینی الله موحد است، میفهمه که خلقت آسمان ها و زمین و کنترل ازی و تدبیر ازی و تصرف ازی کلش مربوط الله است. لله ملک السماوات والارض. در آیت دوم بیان حکم تکوینی الله سبحانه و تعالی در خلقت انسان ها هست. این انسان ها را در وجود از این انسان که سیاه پوست است، که سفید پوست است، که زرد پوست است، چه قسم دست داره، چشم، قلب، این تمام مالک متصرف از الله هست. و ما کل ما مربوط
حکم تکوینی الله هستیم. اذا قضا شیئا، وقتی که چیز رو فیصله کرد. اذا اراد شیئا، چیزی که اراده کرد. چی میگه الله متعال؟ میگه کن فیکون. پس کسایی که قوم پرستی میکنن از نگاه فکری اینا در حکم تکوینی الله کافر میشن. بر علاوه از که در حکم تشریعی الله کافر میشن، در حکم تکوینی الله با الله در تضاد هستند قوم پرستا. چرا؟ به خاطر از که او به خاطر قوم، به خاطر زبان، به خاطر رنگ، به خاطر نژاد، به خاطر چیزهای مبارزه میکنن که او مربوط الله هست. الله هست ما را خلق کرده. در خانه کی خلق کرده؟ ما اختیار خلقت خدا نداشتیم. چون الله اختیار الهی بود ما را در یک خانه خاص خلق کرد. زبان ما هم نمیفهمیدیم که زبان مادر و پدر ما چی هست. الله ما را در یک خانه خلق کرد که یا زبان پدری پشتو هست، یا دری هست، یا ازبکی هست، یا عربی هست، یا انگلیسی هست. این تضاد در زبان ها، در چیزهایی که مربوط حاکمیت تکوینی الله میشه. رنگ ما سفید باشه یا سیاه باشه، یا زرد پوست باشه یا سرخ پوست باشه، این همه از جانب الله هست و مربوط به حاکمیت تکوینی الله هست. هو الذی خلقکم من طین. الله متعال میگه که الله ذات است که شما را از گل خلق کرد. خاک بود به گل مبدل شد. گل بالاخره به زیاد سرش وقت تیر شد، سیاه گشت، گندیده شد، خشک شد و بالاخره از این انسان خلق شد. ثم قضا اجله. باز الله هست که فیصله کرده اجل این انسانه که چقدر وقت انسان زندگی بکنه، انسانیت در روی زمین تا چه وقت انسان ها باشن و چه وقت نابودی از اینا هست، چه وقت قیامت برپا میشن و از این جهان به جهان دیگه منتقل میشن. و اجل مسمى عنده، و اجل است که او مسما شده که اجل کی در کدام وقت، مرگ ما چه وقت است، چه وقت میمریم، تا چه وقت زنده میباشیم. ثم انتم تمترون. باز شما در این شک میکنین. سوم بیان حکم تکوینی الله در علم و تمامی امور سری و جهری. الله متعال و هو الله فی السماوات و فی الارض. الله معبود است در آسمان ها و زمین. تمام مخلوقات تسلیم از او هستند در آسمان ها و زمین. یعلم سرکم و جهرکم. میفهمه، علم داره، میفهمه، میدانه آنچه را که شما به شکل سری انجام میدین یا او را میپوشانین، و جهرکم، و آنچه را که شما آشکار میکنین و به جهری انجام میدین یا در زبانتان به جهر میگین. و یعلم ما تکسبون، و آنچه را که شما کسب میکنین. چهارم بیان اعراض بیدینان. و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم. و هیچ آیت از آیات پروردگار، دلایل قدرت الله در آسمان ها، در زمین، در کوه ها، در دریاها، در اینا وقتی بر از اینا داده میشه، اینا ای دلایل تکوینی الله را انکار میکنن. الا کانوا عنها معرضین. از این اعراض میکنن. اگر این دلایل به شکل معجزات است یا به شکل دلایل مشاهد است در انفس خودشان و در آفاق، و یا هم دلایل دیگی که به شکل تشریعی در کتاب‌های آسمانی بر از اینا بیان شدن. فقط کذبوا بالحق. یقینا اینا تکذیب کردن به حق لما جاءهم، هنگامی که برشان آمد. فسوف یأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون. برای از اینا خبر آن چیزی که اینا استهزا میکنن جزایش برای از اینا داده میشه. پنجمین نقطه حکم تکوینی الله سبحانه و تعالی در امکان بخشیدن بر انسان ها هست در زمین. اولم یروا کما اهلکنا من قبلهم من قرن. آیا اینا ندیدن که چقدر مخلوقات در قرنهای گذشته ما اینا را خلق نابودشان کردیم. مکناهم فی الارض. بر از اینا امکانات زیادی در زمین دادیم. الله متعال میگه ما لم نمکن لکم، که او امکاناتی که بر شما ندادیم. کسایی بودن که نسبت به شما امکانات بیشتر و زیادتر داشتن، جسامت بسیار بیشتر داشتن، قوی داشتن، اندامهای بسیار بزرگ داشتن، بسیار کارهای قوی میتونستن نسبت به شما بکنن.
و ارسلنا السماء علیهم مدرارا و بالای از اینا از آسمان نعمتهای خود را به شکل آب نازل کردیم. و جعلنا الانهار تجری من تحتهم، نهرها جویبارها در زیر قصرهای از اینا در حرکت بودند. فاهلکناهم بذنوبهم، لکن اونا چرا هلاک شدن؟ به ذنوبشان، به گناههایشان و مخالفت با الله. و انشأنا من بعدهم قرن آخرین، وقتی که یک نسل هلاک شد، الله متعال میگه نسل دیگر جاگزین از اینا ساختیم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، الله متعال میگه اگر ما امی قرآن عظیم الشان یا کتابی دیگه به شکل مکمل در ورقها بر از اینا نازل میکردیم، قرآن عظیم الشان به شکل آیات می و رسول الله صلی الله علیه و سلم حفظ میکنن، صحابه حفظ میکنن، کاتبین وحی در اشیای مختلف نوشته میکنن، چون در اون وقت کاغذ نبود، بالای شانه های شتر، بالای استخوان های شانه های شتر، بالای پوست ها، پوست حیوانات مختلف، بالای چوب ها و لوح ها. الله متعال میگه اگر امی قرآن به شکل ورق صفحه به صفحه بر ازرا مکمل به شکل کتاب میفرستادیم، فلمسوه بایدیهم، باز اینا امی اوراق میگرفتن، لمس میکردن با دستای خود، ایره میدیدن و سهل میکردن و میخواندن. اگر این قسم روان میکردن مثل که بعضی از مشرکین تقاضاها را میکردن، لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبین، کسایی که کافر هستن باز هم اعتراضات و شبهات خود ایجاد میکردن و میگفتن که سحر است، جادو است، چون نمیخوان حق قبول بکنن. ششم، بیان اعتراض بیدینا، در کتاب اعتراض میکردن، در پیغمبران هم اعتراض میکردن و قالوا لولا انزل علیه ملک، چرا بالای ازی، یعنی چرا پیغمبر ملائکه نبوده است؟ الله متعال میگه ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، اگر ما ملک میفرستادیم و اونا به چشم خود ملائکه را میدیدن، باز بر از اینا هیچ فرصت داده نمیشد، مجرد که مخالفت میکردن اینها فیصله میشد امور و برشان مهلت هم داده نمیشد. ولو جعلناه ملکا، و اگر ما پیغمبر ملائکه می ساختیم یا پیغمبری از ملائکه بر شما می آوردیم، لجعلناه رجلا، به خاطر ازو که با شما سازش بتانه و قوانین بر شما تشریح بکنه، اون ما به شکل یک شخص بر شما می فرستادیم. ولو لبسنا علیهم ما یلبسون، باز او وقت هم پیش شما امو اشتباهات و امو اختلاطاتی که آل فعلا دارین او وقت هم می داشتین، وقت هم می داشتن، همین مشکلاتشان می بود. چرا وقتی یک کس حق قبول کنه، در هر حالت حق قبول میکنه، حق میفهمه که حق در چیست، نه که در زبان کیست. انسانی که حق طلب است، اگر حق برش ملائکه آورد، اگر حق برش پیغمبر آورد، اگر حق برش پیغمبرای بنی اسرائیل آورد، اگر حق برش پیغمبری از عرب آورد، هر کس که برش حق بیان کرد، و یا حق یک دعوتگر سیاه‌پوست افریقایی مثل بلال حبشی آمد تبلیغ کرد، یا مثل از قاره آسیا سلمان فارسی، و یا هم از قاره اروپا صهیب رومی بود. اصلا ای که حق در کجاست این مهم است، نه ای که مثلا گوینده از کی هست، ملائکه هست یا انسان هست، انسان سیاه‌پوست است یا سفید پوست است، انسان عرب است یا عجم است. هدفی است که انسان حق پذیر، حق در هر جایی و در زبان هر کسی باشه حق میپذیره. از این خاطر پیغمبرای رسول الله، پیغمبرای الله به زبانهای مختلف در مناطق مختلف آمده است و برای ما و شما آخرین پیغمبر به زبان عربی آمده. مهم نیست که زبان مادری مدری هست یا پشتو، مهم هی است که به زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم حق بیان شده است و ما تسلیم حق هستیم. وقتی الله معرفی کرد که این رسول ما هست، ما با معرفی الله تسلیم هستیم و شهادت میدیم. هفتم، استهزاء و توهین پیامبران
این هم از صفات مشرکا هست. الله متعال میگه که انسانهای بیدین، انسانهای کافر، انسانهای مشرک، انسانهایی که اندیشه و فکر توحیدی ندارن، اینا به استهزا میگیرن پیغمبرها را، به استهزا میگیرن کسایی که در راه حق در حرکت هستند. به این خاطر ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ای دعوتگرای اسلام، شما به استهزا و مسخرگی از اونا متأثر نشین. ولقد استهزئ برسل من قبلک، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، قبل از تو هم به رسولان، انبیا و رسولی که آمده بود اینا استهزا کردن. فحاق بالذین سخروا، پس او کسانی که مسخرگی کردن مستحق عذاب شدن، عذاب بالای از اونا نازل شد. ما کانوا به یستهزئون، به سبب آنچه که اونا به او استهزا میکردن. هشتمین نقطه، الله متعال نتیجه دشمنی با توحید بیان میکنه. ما شما گفتیم مثلا دشمنای توحید معرفی میکنه، صفات دشمنای توحید بیان میکنه، قصه های دشمنای توحید بیان میکنه، نتایج دشمنی توحید در دنیا بیان میکنه و نتایج دشمنی با توحید در آخرت بیان میکنه. ما شما از 14 چیز 3 چیزش مربوط الله، اقسام توحید الله، حقوق توحید و لوازم توحید. 5 چیز مربوط به موحدین، معرفی موحدین، صفات موحدین، قصه های موحدین، نتایج عقیده توحید در دنیا و نتایج در آخرت. و 5 چیز دیگه مربوط میشد به چی؟ به دشمنای توحید. و 14مین چیز چی بود؟ آن چیزی که سبب نقصان و یا هم سبب نقص عقیده و ایمان میشه. حالا اینجا الله متعال صفاتشان بیان کرد. صفات دشمنای توحید چی بود؟ که اینا اعتراضات بود، بالای پیغمبر اعتراض، بالای کتاب اعتراض، بالای قرآن اعتراض، بالای هر چیز اعتراض. و دیگه از صفاتشان مسخرگی و سخریه و رشخندی کردن حقیقت ها. و از دیگه حال نتایجش بیان میکنه که در دنیا و در آخرت چی نتیجه میگیره. در دنیا نتیجه دشمنی توحید چی است؟ اینجا برشان الله متعال میگه قل سیروا فی الارض، بگردین شما سیر بکنین در زمین، ثم انظروا، باز ببینین کیف کان عاقبت المکذبین، عاقبت از اینا چی بود. شما برین در مناطق تاریخی که در اونجا علامات از اینا معلوم دار هست، متوجه میشین که سر از اینا چه قسم عذاب ها نازل شده. اگر به مصر رفتین شما اهرامات سیل کردین، جسد فرعون دیدین که خطرناکترین دشمن توحید چه قسم غرق شده و چه قسم جسدش اونجا افتادگی هست. همین قسم در مناطق دیگه که آثار دیگه دشمنای توحید به وجود هست و او را در سیاحت مردم میبینن و حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و صحابه از او جاها تیر شدن و دیدن. و همچنان در آیت بعدی الله متعال بیان میکنه که خساره اخروی دشمنی با توحید چی هست؟ قل لمن ما فی السماوات والارض، بگو برشان که همه آنچه که در آسمان ها و زمین هست برای کی هست؟ مالک و متصرف کل از اینا کی هست؟ قل لله، برشان بفهمان که اگر شما نمیفهمین مالک متصرف همه از اینا و همه مخصوص الله هستن. لکن الله چی کرده؟ کتب علی نفسه الرحمه، الله بالای خود رحمت نوشته کرده است. ذات رحمان الرحیم است، بسیار رحمت داره. لأجمعنکم الی یوم القیامه، حتما شما را جمع میکنم به روز قیامت، روزی که لا ریب فیه، در او شک نیست. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، کسانی که باز به نفسهای خود خساره میکنن، اینای خساره کننده ها اینا ایمان نمیارن. پس اینا در روز قیامت که جمع میشن اونجا هم ذلیل میشن، رسوا میشن. وله ما سکن فی اللیل و النهار، الله ذاتی هست که حاکمیت تکوینی تمام مخلوقات به نزد از او هست. وله ما سکن فی اللیل، مخصوص از او هست آن چیزی که در شب سکون میگیره و نهار و در روز حرکت میکنه. و هو السمیع العلیم، و الله ذاتی هست السمیع که هر چیزی که شما بگین ولو که حرکت های بسیار ساده قلبی شما هست او را هم میشنوه و تمام آنچه که جهر است او را هم میشنوه
و علیم و با همه با خبر است، از مخفی و آشکار و از همه. دهمین نقطه توحید در حکم تکوینی الله در خلقت آسمان ها و زمین و رزق و روزی دادن مخلوقات. قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای دشمنای توحید، بر از این مشرکین، بر از اینا بگو اغیر الله اتخذ ولیا، آیا من بغیر از الله دوست بگیرم؟ فاطر السماوات والارض، الله ذاتی هست که حکم تکوینی از او در آسمان ها و زمین هست، خلق کرده آسمان ها و زمین را. و هو یطعم، ذات با عظمت است که برای هر مخلوق رزق میده، طعام میده، به هزاران هزار مخلوقات طعام میده. ولا یطعم، و کسی بر از او چیزی داده نمیتونه و نیاز به طعام و غذا و به این چیزها نداره، چون ذات با عظمت است. قل انی امرت، بگو برشان که ما امر شدیم ان اکون اول من اسلم، که خودم اولین کسایی که اسلام قبول میکنه و مسلمان میشه و تسلیم میشه، ما اولین کس باشم. یعنی اولین کسی که به قرآن ایمان میاره محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اولین کسی که احکام الله را سر خود تطبیق میکنه و به احکام الله تسلیم است شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ولا تکونن من المشرکین، و شما و ما باشین از جمله مشرکا. یعنی الله برای ما گفت که تو اولین مسلمان باشی و نباید از جمله کسایی باشی که اونا در شرک مبتلا است. قل بگو برشان انی اخاف و ان عصیت ربی، ما پیغمبر مکلف هستم که نخستین مسلمانان و نخستین کسی که از شرک دور باشم. ما پیغمبر مکلف هستم که برای ما از معصیت و از جزای معصیت میترسم. برشان بگو، قل بگو برشان انی اخاف و ان عصیت، برشان بگو که من میترسم اگر من معصیت و نافرمانی کردم ربی پروردگار خود را، باز از چی میترسم؟ از عذاب یوم عظیم، که این عذاب روز بزرگ بر شامل حال من میشه. من مکلفیت دارم، وظیفه من هست. من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه، از هر کسی که در این روز عذاب دور شد در رحمت الله داخل است. و ذلک الفوز المبین، این فوز و کامیابی بزرگ است. 11مین نقطه صفت نفع و ضرر رساندن است. کی هست؟ الله متعال میگن و این یمسسک الله بضر، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر الله بر تو ضرر برسانه، مرض، درد، رنج، سختی، فلا کاشف له الا هو، این دور کرده نمیتونه از تو مگر الله. و این امسسک بخیر، اگر بر تو خیر برسانه، فهو علی کل شیء قدیر، الله هست که به هر چیز قدرتمند است، بسیار قدرتمند است. 12 صفات قدرت، علم، حکم و باخبری. و هو القاهر، متوجه باشین که الله غالب و دارای سیطره هست بالای تمام مخلوقات، علو الذات، علو الصفات، علو قدرت، قاهر است فوق عباده، قدرتش بالای تمام مخلوقاتش است. و هو الحکیم، او حکم کننده با حکمت است، تعیین کننده شریعت با حکمت است. الخبیر، و از تمام آنچه که در کائنات هست با خبر است، هر چیزی بر از او معلوم دار هست.